سلام دوستای گلم، به کانال ما خوش اومدین. امروز قراره با هم یه پاپوش قلاب بافی خیلی خوشگل و راحت ببافیم. هم خیلی زود تموم میشه، هم روی پا فوق العاده است. اگرم مبتدی هستی اصلا نگران نباش، چون قدم به قدم با هم پیش میریم تا ببافیمش. بریم که با هم بافتش رو شروع کنیم. برای بافتش من از قلاب شماره 2 و کانوای اکریل بافت استفاده میکنم. برای شروع بافتمون 5 تا یا 6 تا زنجیره میزنیم. 1 2 3 4 و 5 و حالا به اولین زنجیرمون اینجا میایم و یه بست میزنیم. بست رو که زدیم 3 تا زنجیره میزنیم. 1 2 3. این 3 تا زنجیره به عنوان اولین پایه ما اینجا حساب میشه. ما باید داخل این دایره 15 تا پایه بلند کلا داشته باشیم. این میشه اولین پایه بلندمون. 14 تا پایه بلند کنارش میبافیم. 1 2. این نخ هم همین شکلی نگه داریم و بافت روش انجام بدیم تا بافتتون محکم و تمیز باشه. در آخرم اضافهشو قیچی کنیم. پونزده تا پای بلند میزنم. پای بلند رو که زدم، حالا میام و به اون 3 تا زنجیره اول بافتم، زنجیره سومش یه بست میزنم. حالا این رج باید بافتمون رو 2 برابر کنیم، یعنی داخل هر یه دونه پایه‌مون 2 تا پایه بزنیم. این 3 تا زنجیره اول میشه یه پایه، همینجا یه پایه کنارش میزنم. این میشه 2 تا پایه. میرم رو پایه بعدی، 1 و 2 تا پایه. میرم رو پایه بعدی، 1 و 2 تا پایه و همینطوری پایه ها رو 2 برابر میکنم تا آخر رج 30 تا پایه بلند داشته باشم. اینا به همین شکل میزنیم. میایم اول رج 30 تا که پایه بلند بافتم، یعنی روی هر پایه من 2 تا پایه بافتم، جمعاً شد 30 تا پایه بلند. حالا میام به اون 3 تا زنجیره اول بافت، زنجیره سومش یه بست میزنم. این الان برای سایز 37. اگر شما میخواید سایز بزرگتر ببافین، یعنی مثلا 39 40 ببافین، اینو یه رج دیگه ادامه میدین و یک در میان افزایش میدین. یعنی روی یه پایه یه دونه پایه میزنین، رو پایه بعدی 2 تا، دوباره پایه بعدی یکی، پایه بعدی 2 تا، تا جمعاً تعداد دونه هاتون بشن 45 تا. اگر خواستین برای سایز بزرگتر ببافین. اگر برای سایز 37 یا حالا 36 بود که این کافی. حالا برای رج بعد، حالا 3 تا زنجیره میزنم، 1 2 و 3 و کنارش همینجا یه دونه دیگه پایه بلند میزنم. این پایه اولم بود. میام و رو پایه دومی من 2 تا پایه بلند میزنم، 1 و 2. این شد 2 تا پایه. من 30 تا پایه دارم، 2 تا 15 تا. الان این اولی و دومی 13 تای بعدی رو یک پایه میزنم، یعنی روی هر پایم یه پایه میزنم تا 13 تا پایه. بعد اینجا که رسیدم، بعد 13 تا پایه دوباره 2 تا پایه رو مثل این اول بافتم اینجا روبروی این میشه. 2 تا پایه رو 2 تایی میزنم، یعنی داخل 2 تا پایه 4 تا پایه میزنم، 2 تا اولی 2 تا. اینو تکرار میکنم، میام میرسم اینجا. این 13 تا رو ببافم برسم به اینجا. 13 تا که پایه تکی زدم، 2 تای اولو 2 تایی زدم، اینو 2 تا زدم، اینو 2 تا زدم، 13 تای بعدی رو تکی زدم. حالا این قسمت میام روبروی اینجا میشه. باید 2 تای بعدی رو دوباره 2 تایی بزنم، یعنی 2 تا پایه داخل یک پایه. این 1 و این 2، این اولین 2 تاییم، این 1 و این 2، اینم دومین 2 تاییم. 13 تای بعدی رو بقیه رو دوباره هر کدوم یه پایه میزنم. دیگه اینو به همین شکل میزنم تا بیام برسم به اول رج. 13 پایه رو که بافتم میرسم به اول رج و اینجا یه بست میزنم. حالا 3 تا زنجیره میزنم و این رج رو بدون هیچ کم و زیاد کردنی هر یه پایه سر جای خودش میزنم، یعنی همین تعداد پایه رو که دارم میبافم.
اینو به همین شکل دارم هر یه پایه میزنم برسم اول رج. اینو ببافم برگردم. پایه ها رو که بافتم هر کدوم سر جای خودش میام و به اون 3 تا زنجیری اول بافت زنجیره سوم یه بس میزنم. حالا 3 تا زنجیره میزنم برای اولین پایه‌ام. کنارش یه پایه بلند میزنم. این دوتا پایه بلند رو که زدم، حالا میام و 1 و 2 تا زنجیره میزنم و 1 2 3 تا پایه جا میذارم تو پایه بعدی. میام بافت صدفی انجام میدم برای حاشیه‌مون، یعنی یه پایه بلند، یه پایه بلند دیگه، 2 تا پایه بلند، 2 تا زنجیره بینش و 2 تا پایه بلند دیگه همینجا کنارش میزنم. 1 و 2 به این شکل. پای صدفی رو که بافتم 2 تا زنجیره میزنم 1 و 2 و میام این سری 4 تا پایه جا میذارم 1 2 3 4 و تو پایه پنجم دوباره پای صدفی میبافم. 2 پایه بلند، 2 تا زنجیره و 2 تا پایه بلند دیگه. به این شکل. حالا دوباره 2 تا زنجیره میزنم 1 2 1 2 3 تا پایه جا میذارم. تو پایه چهارم 2 تا پایه بلند، یکی تو این پایه یکی هم تو پایه بعدی پایه بلند میزنم. این الان میشه روی پاپوشمون. از اینجا شروع کردیم، 2 تا پایه بلند زدیم، 2 تا زنجیره، 3 تا پایه جا گذاشتیم. تو پایه چهارم پایه صدفی زدیم، 2 تا پایه بلند، 2 تا زنجیره، 2 تا پایه بلند. اینجا 4 تا پایه جا گذاشتیم. تو پایه پنجم دوباره پایه صدفی زدیم، 2 تا زنجیره هم بینشونه. دوباره 2 تا زنجیره زدیم، 3 تا پایه جا گذاشتیم و 2 تا پایه اینور زدیم مثل اینور. بقیه بافتمون برای کف پا همش پایه بلنده و همین شکل پایه بلند میزنیم تا برسیم به اینجا. اینو دیگه بزنیم بیایم. این پای بلنده رو من بافتم تا رسیدم به اون 3 تا زنجیره اول بافتم. اینجا یه بست میزنم، دوباره 3 تا زنجیره به عنوان اولین پایه. روی پایه بعدی یه پایه بلند میزنم. بین این پایه صدفیمون و این پایه ها 2 تا زنجیره داشتیم. 2 تا زنجیره میزنم، میرم روی پایه صدفی، 2 تا پایه بلند داخل این فضای زنجیرش، 2 تا زنجیره و 2 تا پایه بلند دیگه میزنم 1 و 2. حالا 2 تا زنجیره میزنم 1 و 2. اینجا اون قسمتی بود که ما بین پایه صدفیامون 2 تا زنجیره زدیم. این پایه صدفی، این پایه صدفی، این 2 تا زنجیره. حالا میام و داخل این 2 تا زنجیره اینجا یه پایه بلند میزنم. به این شکل. دوباره 2 تا زنجیره میزنم 1 و 2 و میرم داخل این پایه صدفی. پایه صدفی رو میبافم 1 2 پایه بلند، 2 تا زنجیره و 2 تا پایه بلند دیگه. حالا 2 تا زنجیره و میام اینجا روی این پایه بلندای اینجا که برای کف پا هست، روی هر پایه بلندم یه دونه پایه بلند میزنم. این الان باز قسمت روی پایه دیگه. از این به بعد ما این بافت حاشیه‌مون، بافت صدفیمون سر جای خودشه، کفه پا سر جای خودشه. فقط این قسمت وسط بافته که اینجا اول پایه بلند نداشتیم، اینجا یه پایه بلند زدیم. از رج بعد ما به این پایه بلندا اضافه میکنیم. الان من این بقیه بافتم دیگه پایه بلنده میزنم میام تا برسم به اول رج و ادامه بافتمون. این پایه های کف پا رو من زدم، میام و به اون 3 تا زنجیری اول بافتم، زنجیری سومش یه بست میزنم. حالا 1 2 و 3 تا زنجیره میزنم و روی پایه بلند بعدیش یه پایه بلند میزنم. اینجا بین این بافتمون، بین پایه صدفیمون و این کنار بافتمون 2 تا زنجیره داریم. 1 2 تا زنجیره میزنم، میرم داخل اون 2 تا زنجیره پایه صدفی، 2 تا پایه بلند، 2 تا زنجیره
و 2 تا پای بلند دیگه میبافم. دو تا پای بلند، 2 تا زنجیره، 2 تا پای بلند. حالا 2 تا زنجیره میزنم، 1 و 2. اینجا اون رج ما یه پای زدیم، این رج باید 3 تا پای بزنیم. یه پای این ورش میزنم، یه پای روی همون اون یه پای رج قبلم میزنم و یه پایی هم این سمتش میزنم. یعنی ما 2 تا پایه به این پایمون اضافه کردیم. اینجا یه دونه بود، الان شد 3 تا. دوباره 2 تا زنجیره. به پای صدفیم که رسیدم میبافمش. 2 تا پای بلند، 2 تا زنجیره و 2 تا پای بلند دیگه کنارش. 1 و 2. به این شکل. حالا 2 تا زنجیره دارم، 1 و 2 و میرم رو بقیه پایه هام. اینجا روی هر یه پای بلندم یه پای بلند میبافم، یعنی دونه های کف پامو میبافم سر جای خودشون تا دوباره برسم به اول رج. اینو دیگه میزنم میام تا برسم به اینجا. آخرین پایه رو که زدم میام و به اون 3 تا زنجیره اول بافتم دوباره یه بست میزنم. برای شروع رج بعد دوباره 1 2 و 3 تا زنجیره، پایه کناری یه پای بلند. حالا 2 تا زنجیره میزنم، 1 و 2 و اینجا میرم داخل پای صدفیم. اینجا 1 و 2 تا پای بلند، 1 و 2 تا زنجیره و 2 تا پای بلند دیگه کنارش. این پای صدفیمون تا آخر بافتمون، تا قسمت روی پا رو میبافیم، اینا ثابتن دیگه. حالا 2 تا زنجیره میزنم، 1 و 2. 2 تا زنجیره اینجا ما میزنیم، بعد میایم این قسمت رج اول که اصلا پایه‌ای نداشتیم، رج بعدش یه پایه زدیم، اون رج 3 تا پایه زدیم. حالا این پایه ها میشن 5 تا پایه. این ور این 3 تا یه پایه میزنم، روی هر 3 تا پایه هر کدوم یه پایه. 1 2 و 3 و این کنارش هم اینجا داخل این فضای 2 زنجیری هم یه پایه میزنم. پایه های اینجا این رج شد 5 تا پایه. 1 2 3 4 5. رج قبلمون 3 تا پایه بود، رج قبلترمون یه پایه بود. حالا 2 تا زنجیره میزنم، 1 و 2. میرم داخل پای صدفیم، 2 تا پایه بلند میزنم، 2 تا زنجیره و 2 تا پایه بلند دیگه کنارش. به این شکل. 2 تا زنجیره میزنم، 1 و 2 و میام سراغ پایه هایی که برای کف پاست و روی هر کدوم سر جای خودش یه دونه پایه بلند میزنم. دیگه اینو به همین شکل میزنم میام تا اینجا. به اینجا که رسیدم به این 3 تا زنجیره بست میزنم، زنجیره یه پایه کنارش، 2 تا زنجیره پای صدفمون میبافم، 2 تا زنجیره میزنم، به این 5 تا پایه که رسیدم یه پایه این ورش یه پایه این ورش میزنم، اینا میشن 7 تا پایه. بقیه بافت رو مثل خودش ادامه میدم. این رجا رو من ادامه میدم، همه بافت سر جای خودشه بدون هیچ تغییری، فقط به این پایه ها که میرسیم هر رج 2 تا به این پایه ها اضافه میکنیم. شما بستگی به سایز پاتون میتونین این پایه ها رو تا 11 تا 13 تا 15 تا اضافه کنین. اینو دیگه به همین شکل ما میبافیم تا به اون اندازه برسه که بخوایم بعد اینو که باز کردیم جمعش کنیم. دیگه تکرار بافته، فقط به این قسمت ها که رسیدیم یه دونه اینور و یه دونه اینور اضافه میکنیم. بقیه بافت مثل همینه که تا اینجا بافتیم. اینو ببافیم برگردیم. من بافت رو ادامه دادم، پایه های اینجا شدن 11 تا پایه. 11 تا پایه که بافتم، حالا از رج بعد باید این پایه ها رو من کم کنم.
برای شروع رجم دوباره 3 تا زنجیره میزنم. 1 2 3. کنارش یه پای بلند. اینجا 2 تا زنجیره داشتیم، سر جای خودش میزنیم، میریم داخل پای صدفیمون. 1 2 تا پای بلند، 2 تا زنجیره و 2 تا پای بلند دیگه. حالا این پای صدفی رو که بافتم 2 تا زنجیرمو میزنم. 1 و 2. دیگه از اینجا به بعد من باید اینو جمع کنم، یعنی این یا تا پایه رو ببافم برسم به دونه پایه. هر رج یکی از این ور و یکی از این ور نبافته رها میکنم و بقیه بافت رو انجام میدم. الان این اولی رو نمیبافم، میام سراغ دومی. این 11 تا پای بلند دیگه، من این سری 9 تاشو میبافم. 2 3 4 5 6 7 8 و 9. یعنی یه دونه از اول یه دونه از آخر پایه ها اینجا من نبافته رها کردم. حالا 2 تا زنجیره بینشون رو میزنم. 1 و 2 و میرم داخل پایه صدفیم. پایه صدفیم رو میبافم. یه پایه بلند، یه پایه بلند دیگه کنارش، 2 تا زنجیره و 2 تا پایه بلند. 1 و 2. حالا 2 تا زنجیره میزنم. 1 و 2 و میرم سراغ پایه های کناریم که برای کف پایه. اینا رو هر کدوم سر جای خودشون بدون هیچ کم و زیادی میبافم به این شکل. اینو دیگه میبافم، میام برسم دوباره به اول رج. پای بلندا رو زدم، میام و به اون 3 تا زنجیره اول بافتم. اینجا یه بست میزنم. برای شروع رج بعد دوباره 3 تا زنجیره کنارش روی اون پای بلنده یه پای بلند. 2 تا زنجیره بین اینا داریم با پای صدفی، اونو میزنم، میرم داخل پای صدفی. 2 تا پای بلند، 2 تا زنجیره و 2 تا پای بلند دیگه. حالا دوباره باید ما یکی یکی از این پایه هامون کم کنیم. ما اون همون 2 تا زنجیره رو زدیم، ولی از اینجا به بعد هر پایه‌ای که از این ور و از این ور کم می‌کنیم یه دونه به زنجیره هامون اینجا اضافه میشه که بافتمون جمع نشه، چون داریم به سمت مچ پا میریم. پس اینجا من به جای 2 تا زنجیره 3 تا زنجیره میزنم. 1 2 و 3 و میام دوباره این پایه اولمو جا میذارم، روی پایه دومم بافت انجام میدم. اینجا 9 تا پایه بود، حالا الان این سری باید بشه 7 تا. اولش 11 تا بود، بعد شد 9 تا. این سری من 7 تا پایه میبافم. یه پایه از اول، یه پایه از آخر نبافته رد میکنم. 2 و 4 و 6 و 7 پایه. حالا 3 تا زنجیره میزنم. گفتم که چون اینجا پایه کم میکنیم برای اینکه بافتمون جمع نشه، دیگه هر رج یه دونه به زنجیره هامون اضافه میکنیم. 3 تا که زنجیره زدم میام داخل پایه صدفیم و پای صدفیمو میبافم. 2 تا پای بلند، 2 تا زنجیره و 2 تا پای بلند دیگه. 2 تا زنجیره میزنم، میرم سراغ پایه های کناره برای کف پا. رو هر یه دونه پایه میزنم تا دوباره برسم به اینجا. بافتمون الان این شکلیه. اینو بزنیم بیایم تا اینجا. بلندا رو زدم، میام و به اون 3 تا زنجیره اول بافتم، زنجیره سومش یه بست میزنم. دوباره 3 تا زنجیره 1 2 و 3 کنارش روی اون پای بلند کنارش یه پای بلند. 2 تا زنجیره بافت صدفیم، 2 تا پای بلند، 2 تا زنجیره و 2 تا پای بلند دیگه. 1 و 2. حالا میخوام دوباره اینجا یه پای کم کنم. از این 7 تا پایه باید یکی این ور یکی این ور کم کنم، 5 تا پایه بمونه. اینجا دیگه اون رج 3 تا زنجیره زده بودم دیگه، چون گفتم بافت جمع نشه. این رج 4 تا زنجیره میزنم. 1 2 3 و 4. 4 تا که زنجیره زدم میرم پایه اولمو جا میذارم، رو پایه دوم پایه بلندمو میزنم. این 1
و 4 تا دیگه پایه بلند میزنم. یعنی این سری ما 5 تا پایه بلند میزنیم. 7 تا پایه رو 2 تاشو کم میکنیم میشه 5 تا پایه. 2 و 4 و 5. 5 تا که پایه زدم 4 تا زنجیره میزنم. 1 2 3 و 4 و میرم داخل پایه صدفیم. پایه صدفی رو میبافم، 2 تا زنجیره میزنم و این پایه های کنار رو اینو میبافم، میام برسم دوباره به اول رجم، یه بست میزنم، 3 تا زنجیره برای شروع رج بعدی، کنارش اون پایه بلنده رو میبافم. حالا 2 تا زنجیره میزنم، میرم پایه صدفیمو میبافم، 1 2 پایه بلند، 1 2 2 تا زنجیره، 2 تا پایه بلند دیگه. اینجا باید دوباره یکی از این ور یکی از این ور کم کنیم، 3 تا ببافیم. پس اون رج 4 تا زنجیره زدیم، این رج 5 تا زنجیره میزنم، 1 2 3 4 و 5. میام و پایه اولمو نبافته رد میکنم، پایه دوممو میبافم، این 1 این 2 و اینم سومین پایم. این پایه هم که نبافته ول میکنم، دوباره 1 2 3 4 و 5 تا زنجیره میزنم و میام داخل پایه صدفیم، پایه صدفیمو میبافم دیگه. این پایه صدفی رو میبافم، 2 تا زنجیره میزنم، کناری بافتم میبافم تا برسم دوباره به اینجا به اول رج و ادامه بافته. الان این داره جمع میشه، از اینجا بازش کردیم تا اینجا انجام شروع کردیم، داریم جمعش میکنیم. اینو ببافم برگردم، 3 تا زنجیره اول بافتم، دوباره یه بست میزنم، 3 تا زنجیره برای شروع باف، رو پایه کنارش یه پایه بلند، 2 تا زنجیره 1 و 2 داخل پایه صدفیم بافت رو انجام میدم، 2 تا پایه بلند، 2 تا زنجیره و 2 تا پایه بلند دیگه. حالا این رج ما باید این 3 تا پایه رو یکی از این ور و یکی از این ورش نبافیم، پایه وسط رو فقط ببافیم، مثل این اول بافتمون دیگه. پس میام این سری 6 تا زنجیره میزنم، 1 2 3 4 5 و 6. چون از این پایه ها کم میکنیم، اگه به این زنجیره ها اضافه نکنیم این روی پامون جمع میشه. پس هر پایه‌ای که از اینجا کم میکنیم به این ور و این ور یه زنجیره اضافه میکنیم. پایه اولو نبافته ول میکنم، روی پایه دومم بافت انجام میدم، پایه سومم نبافته ول میکنم. حالا 1 2 3 4 5 و 6 تا زنجیره میزنم و میرم تو پایه صدفیم، پایه صدفیمو میبافم، 2 تا پایه بلند، 2 تا زنجیره و 2 تا پایه بلند دیگه، 1 و 2 2 تا زنجیره و پایه های کناریمو میبافم تا دوباره برسم به اینجا اول رجم. الان بافت ما دوباره شد یه پایه مثل این اول، اینم از بافتمونه. حالا اینو من بزنم بیام تا اینجا، پایه آخر رو که زدم تو اون 3 تا زنجیره، زنجیره سوم یه بست میزنم و این رج به همین شکل تموم میشه. بافتمون الان این شکلیه. حالا ما باید برای کفه پا، اینجا دیگه روی پامون بافت نداریم، برای کفه پا باید بیایم از اینجا باید بافت رو شروع کنیم. خب برای اینکه از این قسمت پایه صدفیمون، از این وسط پایه صدفیمون باید از اینجا بافت رو شروع کنیم، از اینجا ببافیم بیایم تا این پایه صدفی اینور. بس حالا برای اینکه من نخ و قطع نکنم با بست یه بست میزنم اینجا روی این پایه، روی این زنجیر 2 تا زنجیره هر کدوم یه بست میزنم، 1 و 2 روی این پایه صدفی هم 2 تا پایه اولش یه بست اینجا، یه بستم رو پایه دوم میزنم و داخل این فضای زنجیری بین پایه صدفیام هم اینجا میام یه بست میزنم. به این شکل. حالا از اینجا ما باید بافت رو شروع کنیم. پس میام 1 2 3 تا زنجیره میزنم، برمیگردم داخل این فضای زنجیری یه پایه بلند زدم، روی این 2 تا پایه اینجا هر کدوم یه پایه میزنم، 1 و یکی هم روی این یکی 2. این فضای زنجیره بینشون 2 تا پایه بلند میزنم، 1 و 2 و روی این پایه ها هم که دیگه هر کدوم یه پایه میزنم.
اون پایه بلند و 3 تا زنجیره و بقیه پایه ها. این 1 این 2. روی بقیه پایه ها هم هر کدوم یه پایه بلند میزنم. اینو به همین شکل من پایه میزنم تا بخوام بیام داخل این پایه صدفی این ورم. اینو از اینجا تا اینجا بزنیم، برگردیم. از اینجا شروع کردم از این داخل پایه صدفی اینجا بین زنجیرها یه پایه زدم، روی این دوتای کناریش 2 تا پایه، بین این 2 تا زنجیره 2 تا پایه و روی بقیه پایه ها پایه زدم تا اومدم رسیدم به این 2 تا زنجیره اینور. داخل این فضای 2 تا زنجیره ای من 2 تا پایه میزنم، 1 و 2. روی این پایه ها 2 تای اول پایه صدفیم که مال حاشیه هم بود، 1 و اینم 2 تا پایه. داخل این فضای زنجیره‌ای هم یه پایه بلند میزنم به این شکل. حالا 3 تا زنجیره میزنم، 1 2 و 3 و رج رو برمیگردونم و روی هر یه دونه پایه یه دونه پایه بلند میزنم. این 3 تا زنجیره اولم میشه اولین پایه‌ام و روی همه پایه ها یه پایه بلند میزنم. اینو به همین شکل من پایه میزنم، میام میرسم به اینجا دوباره 3 تا زنجیره میزنم، بافت رو برمیگردونم و این بافت رو من رفت و برگشت تکرار میکنم تا 3 رج به آخر کارم، یعنی 3 رج که دیگه اندازه پاشنم بخواد بشه و بافت تموم بشه تا اونجا. این کفی پاپوش رو من 1 2 3 4 5 6 7 و 8 رج بافتم. الان 3 رج مونده که من بافتم اندازه بشه. برای این 3 رج بعدی ما باید این قسمت وسط بافتمون که برای پاشنه پا هست رو جمع کنیم که این پاشنمون اینجوری گوشه نداشته باشه. هر تعداد که پایه داریم باید 6 تا ازش کم کنیم، بعد تقسیم بر 2 کنیم. پایه های من 34 تا، 6 تا که ازش کم کنم 28 تاش میمونه، 14 تا اینور 14 تا اینور و 6 تا هم وسط. حالا ممکنه که پایه های شما فرد باشه، زوج نباشه. 5 تا برای این به جای 6 تا 5 تا برای این وسط میذارید. برای این رج همون 3 تا زنجیره رو میزنم و 14 تا پایه بلند اینجا میبافم. یعنی روی هر یه دونه پایه میزنم تا 14 تا بشه. اینو بزنم تا اینجا 14 تا پایه بلند بافتم. حالا این 6 تا 1 2 3 4 5 6 این 6 تا رو پایه کوتاه میزنم. اگر شما پایه هاتون فرد بود اینجا 5 تا پایه کوتاه بزنید. 1 2 3 4 5 و اینم 6. این 14 تای بقیه هم که مال این سمته اینا رو پایه بلند میزنم. دیگه این پایه بلندا رو من میزنم میام تا اینجا، بعد 3 تا زنجیره میزنم، دوباره 14 تا پایه بلند رو میزنم میام تا اینجا تا برسم به این 6 تا پایه کوتاه وسط. 14 تا پایه بلند رو زدم، حالا رسیدم به این 6 تا پایه کوتاه. میام از پایه کوتاه اول یه حلقه میگیرم، پایه کوتاه دومم یه حلقه، این 3 تا حلقه رو با هم دیگه یکی میکنم. یعنی دو تا پایه کوتاهامون رو با هم ادغام میکنم. حالا میرم سراغ دو تای بعدی. از اولی یه حلقه، از دومی هم یه حلقه، 3 تا حلقه رو با هم دیگه یکی میکنم. دوباره میرم سراغ دو تای بعدی. از اولی یه حلقه، از دومی هم یه حلقه، 3 تا حلقه رو با هم دیگه یکی میکنم. یعنی ما این 6 تا پایه کوتاه رو در هم ادغام کردیم، شد 3 تا پایه کوتاه. بقیه پایه بلندا سر جاشونه، یعنی 14 تا پایه بلند سر جای خودش بافته میشه. این 14 تا پایه بلند رو من میزنم اینجا، میرسم به اول رش، 3 تا زنجیره میزنم، برمیگردم دوباره 14 تا پایه بلند میبافم تا برسم به این پایه کوتاهایی که با هم ادغام کردیم. 14 تا پایه بلند رو زدم، رسیدم به این 3 تا پایه کوتاه. حالا این 3 تا پایه کوتاه رو ما باید هر 3 تا رو با هم دیگه ادغام کنیم. از اولیش یه حلقه میگیرم، از دومیش یه حلقه میگیرم و سومیش هم یه حلقه میگیرم. حالا هر 4 تا حلقه روی قلاب رو با هم دیگه یکی میکنم و به این شکل وسط پاشنمون جمع میشه. روی بقیه پایه ها سر جای خودشون پایه بلند رو میزنم، یعنی 14 تا پایه بلند میزنم تا برسم به آخر رجم. پایه بلندا رو زدم تا آخر رج. این قسمت گودی پاشنمون اینجا شکل گرفته، یعنی دیگه پاشنه گوشه نداره. حالا این بافت این روی کارمونه، درسته؟ اینو من برمیگردونم به این شکل، روی هم میذارمش و از اینجا از این 3 تا زنجیره اول بافتم
این پایه ها رو روی هم میذارم و از هر دو تا پایه اینور و پایه اینور قلاب رو میبرم، یه پایه کوتاه میبافم. دوباره میرم سراغ پایه بعدی. از اینور و از اینور هر دو تا پایه رو میگیرم، یه پایه کوتاه میبافم. دوباره میرم سراغ پایه بعدی. از اینور و از اینور قلاب رو میبرم، از دو تا پایه حلقه میگیرم و یه پایه کوتاه میزنم و به این شکل اینو میبافم میام تا برسم به اینجا. اینجا نخ اضافه رو قیچی میکنیم، داخل بافت پنهان میکنیم و میایم برای لبه گیری کار. اینو به همین شکل به هم دیگه وصل کنید. شما اینو میتونید با بستم به هم، به جای پای کوتاه مثلا بست بزنید این شکلی، اینم میشه. ولی اگر خواستید بست بزنید، بستا رو صفر نزنید، شل بزنید که این بافتتون جمع نشه. اینو تا اینجا بزنیم، برگردیم پشت بافتمون رو که به هم وصل کردیم، میایم و کانوامون رو از این قسمت دوباره وصل میکنیم از اینجا. حالا 3 تا زنجیره میزنم، 1 2 و 3 و اینجا کنار این 2 تا پای بلند اینجا میزنم، میرم تو فضای بعدی، 1 2 تا پای بلندم اینجا میزنم، تو فضای بعدی 2 تا پای بلندم اینجا میزنم. یعنی روی هر کدوم از این رجامون ما 2 تا پای بلند میزنیم. این پایه ها رو میزنم تا برسم به این قسمت جلوی بافتمون. اینجا ما 2 تا زنجیره بین پایه صدفیمون داشتیم. یه پایه که اون برای کناری کار داخل زنجیره ها زدیم، یه پایه دیگه اینجا کنارش میزنم و میرم روی این 2 تا پایه بلند این ور پایه صدفیم هم هر کدوم یه پایه بلند میزنم. به این 6 تا زنجیره که رسیدم 5 تا پایه بلند داخلشون میزنم. 2 3 4 و 5. روی این تک پایه اینجا هم یه پایه بلند میزنم و دوباره این برم مثل همین سمت پایه بلندا رو اینجا 5 تا میزنیم، اینجا 2 تا پایه بلند، اینجا یه دونه و اینجا به بعدم دیگه داخل هر فضای زنجیره ایمون 2 تا پایه بلند میزنیم. این پایه بلندا رو میزنیم تا برسیم به آخر رجمون. پایه بلندا رو که زدیم، حالا میام و به اون اول بافتم اینجا، به اون 3 تا زنجیره اول بافتم اینجا یه بست میزنم، یه زنجیره و اینجا دیگه نخ اضافه‌مون هم میتونیم قیچی کنیم اگر میخوایم این حد بست باشه، یعنی با همین لبه گیری کافیمون باشه. اگر خواستین بلندتر باشه میتونین کشباف یکی از زیر یکی از رو ببافین یا اینکه هر لبه گیری که دوست دارین روش انجام بدین. خب دوستان عزیزم، بافت پاپوشمونم تموم شد. این روی پاپوشمونه و اینم کفه پاپوشمون. اگر از آموزش خوشتون اومد لطفاً لایک کنید، کانالمون رو سابسکرایب کنید و اون زنگوله کنارم بزنید که اولین نفراتی باشین که از آموزش‌های جدید با خبر میشه. تا آموزش بعدی با عشق و لبخند ببافین. موفق باشین.